در شهر اسفر عید مادران با محبت و صمیمیت بی‌انتها با ارزگزاری خاصه به بزرگی و عظمت مادران پاکسرشت جشن گرفته شد. به این مناسبت در مرکز فرهنگی شاهان با اشتراک سابقه‌داران مهنت با عنوان فعال و نمایندگان جامعه مهنتی محفل عیدانه دایر گردید. نخست اشتراکداران چهاربینی از راسته هنرهای ملی و محصول دسترنج زنان و مادران و اهل هنر شهر که با قناعت و رنگارنگی محصول دستان هنرمندان خلقی توجه انگیز عموم بود دیدن نموده و تاثیرات نیک به خود گرفتند. ضمن سخنرانی در جمامت تنتنوی با شرکت فعال زنان شهر و دهات اسفر اجرا کننده رئیس شهر بهاءالدین بهادرزاده زنان و بانوان را با مناسبت فرارسی بهار عالم افروز و جشن مقدس روز مادر صمیمانه مبارکباد نموده در تکیه به گفتار اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید داشت که مادر آفرنده حیات، پیوندگر نسل‌ها، سرچشمه مهر و محبت و نیروبخش روح و جان میباشد. طوری خاصه ذکر گردید در پرتو خیرد و محبت پیشوای معظم ملت مقام زن در جامعه نوین ما به طور نظررس بلند گردیده ایستاده است. در ظرف 30 سال صاحب استقلالی کشور دولت و حکومت تاجیکستان در دایره سیاست اجتماعی خود با در نظر داشت مقام و مرتبه شایسته زنان و تامین رعایت حقوق و آزادی‌های آنها، کفالت دولتی برابر حقوق مردان و زنان، تربیت، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده از حساب زنان و دختران لیاقتمند یک سلسله سندهای مهم و چاره‌ساز را قبول و در عمل تطبیق نمود. موقع مقام شایسته و اعتبار و نفوذ بلندی که امروز بانوان اسفر دارند اینچنین نمایندگی آنها در مقامات عالی قانونگذار، حاکمیت اجرایی و دیگر ساختار و مقامات دولتی و جمعیتی تقویت بخشنده این گفته‌هایند. از اینجاست که در شهر دهات اسفر شماره زنانی در هیئت راهبری کننده همه زینه‌های اداره‌کنی دولتی و جمعیتی زیاد شده ایستاده است. باعث قناعتمندی است که زنان اسفر همصف و همقدم زمان بوده صدها نفر بانوان با معرفت ما در وظیفه و مقام‌های گوناگون برای پیشبرد حیات جمعیتی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و معنوی شهر سهم و نقشی مهم دارند. معاون یکم رئیس ولایت سوخت خال حیدر تبریکات رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده را به سهم حاضرین رسانیده ذکر ساخت که احترام و ارزگزاری و شناخت قدر و منزلت مادر وظیفه انسانی هر فرد خودآگاه بوده محض جاذبه جانبخش مادر، مهر و صمیمیت گرم و غمخواری پیوسته مادران و خواهران ما زندگی را نور و ضیای خاصه میبخشد. باید تذکر داد که به یک قطار فعال زنان شهر که در روند تنتنه‌های عیدانه شرکت و حضور داشتند سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر تقدیم کرده شدند. همزمان برنامه جالبی فرهنگی آماده ساخته هنرمندان و خونیاگران اسفر به اهل جمامت تاثیرات نیک و بی بازگشت بخشید. لازم به یادآوری است که در عرفه و روزهای تعجیل عید مادران از جانب مقامات دولتی، جامعه‌های مهنتی و صاحبکاران و شخصان سخاوت‌پیشه و خیراندیش شهر و دهات اسفر زنان معروف و صاحب احترام شهر عیادت کرده شده ضمناً شخصان کم‌بضاعت و نیازمند مورد توجه دستگیری و مهربانی قرار یافتند.